نه ای بزرگواران، ای سرداران بلند جایگاه که پا تا سر زره پوشید، آنچه شما اینک میکنید نه دادگری است و نه چیزی دیگر. آنچه شما اینک میکنید یک سر بیداد است. گرچه خونان مهمان نخوانده اینجا ریخت، اما گناهش هیچ بر من نیست. مرگ آن است که او خود میخواست. نه ای بزرگان رزم جامه پوشیده، آنچه شما با ما میکنید آن نیست که ما سزاواریم. این رای ماست ای مرد، ای آسیابان، که پنجه هایت تا آرنج خونین است. تو کشته خواهی شد بیدرنگ، اما نه به این آسانی. تو به دار آویخته می شوی. هفت بندت جدا، استخوانت کوبیده و کالبدت در آتش. همسرت به تنور افکنده می شود و دخترت را پوست از کاه پر خواهد شد. چوب نوشته این جنایت دهشتناک را بر دروازه ها خواهند آویخت و نام آسیابان تا دنیاست پلید خواهد ماند. تاریده با تیرگی تیرگون تاریکی از تاریخانه تن، از تیرگی آزاد شود نور، بی دود باشد آتش، بی خاموشی باشد روشنی. تاریده با تیرگی تیرگون تاریکی از تاریخانه تن. چوب از کجا ببریم؟ این دور و بر طناب به اندازه هست؟ بیشرم مردمان که شمایید، ما را میکشید یا غارت میکنید. تیرهای سایبان را بکش، برای افراشتن دار نیکرد و اما طناب. آری شتاب کن، شتاب کن. مبادا که ما جان به در بریم، مبادا که داستان گریز خفتبار پادشاه از دهان ما گفته شود و در گیهان بپراکند و مردمان را بر آن شاه دلاور خنده گیرد. آری زودتر باش. دستور باشد همینجا شمشیرم را چپ و راست به کار بیندازم. کار 3 بار چرخاندن در هواست. 2 رفت و 1 آمد. راستی فقط 2 رفت و 1 آمد؟ راه دیگری هم هست؟ دار ساختن دراز می انجامد ای سردار. فرمان باشد همینجا بیاویزمشان. دار میخواهد برای چه؟ ای مرد ساده دل، به کجا چاراسپه میتازی؟ ما همه سرداران و سرکردگانی نژاده ایم، نه غارتیان و چپاولگران، و این دادگستری است نه شبیخون. ما آنان را نمیکشیم که کشته باشیم. آنان میمیرند به پادفره ریختن خون پادشاه دریادل، سردار سرداران، دارای دارایان، شاه شاهان، یزدگرد شاه پسر یزدگرد شاه و او خود از پسران یزدگرد نخستین. این جوی سرخ که بر زمین روان میبینی از آن مردی است که در 466 رگ خود خون شاهی داشت و فرمان مزاح او را برتر از آدمیان پایگاه داده بود. اینک که دشمن گلوگاه ما را میفشرد، چه دستیاری بهتر از این با دشمن که سر از تن جدا کنند. همه میدانند که مردم تن است و پادشاه سر. پادشاه کشته نشده، پادشاه کشته نشده. آیا این پیکر او نیست؟ کاری نکن که بر ما بخندند. او خواب است و دارد ما را خواب می‌بیند. او میرفت تا سپاهی فراهم آورد بزرگ و سرزمین را دشت به دشت از دشمن بیشمار برهاند. چه امیدی بر باد. چون هزاره به سر رسد، دوران میش بشود و دوران گرگ اندر آید و دیویستان بر کالبد افریشتگان پای کوبند. نه او را نکشید. آنچه را که شما بر ما میبندید هیچگاه رخ نداده. چه دروغی شرماور! کجاست آن که پادشاه را به دست ایشان کشته دید؟ آیا تو آنها را چون کرکسانی بر لاشه پادشاه ندیدی؟ آری، من نخستین کسی بودم که به این ویران سراپا گذاشتم و به دیدن آن چه میدیدم موی بر اندامم راست شد. سنگ آسیا از چرخش ایستاده بود، یا شاید هرگز نمیچرخید. و این ستن آسیابان همسرش و دخترش گرد پیکر خونالود پادشاه نشسته بودند موی کنان. پادشاه همچنان در جامعه شاهوار خیش بود و از همیشه با شکوه‌تر. نوری از شکاف بر تن بیجان او کج تابیده بود و در آن نور ذرات غبار و هایهوی شیون تنوره میکشید. آری، این بود آنچه من دیدم که تا مرگ رهایم نکند. جویی از خون تا زیر سنگ آسیا راه افتاده بود و نشانه های تاریک مرگ همه جا پراکنده بود و من واماندم که چگونه این سنگدلان بر کشته خود میگریند. ما نه بر او که بر خود میگریستیم. بر فرزند برادرم.
من آن جوانک را به خون جگر از خردی به برنایی آوردم. پسر من تک به سری بود خورد که سپاهیان تاش به میدان بردند و ما هنوز نو نشده از من مژدگانی خواستند. آنگاه که پیکر خون آلودش را با 8 زخم پیکان بر تن برایم باز پس آوردند. مردمان همه سپاهیان مرگند. ای زن کوتاه کن و بگو که آیا پسر اندک سال تو با پادشاه ما هم عرض بود؟ زبانم لال اگر چنین بگویم. نه، پسر من با پادشاه هم سنگ نبود. برای من بسی گرانمایه تر بود. شنیدید؟ این گونه است که ایران زمین از پای در می آید. بگو ای آسیابان پسر مرده، پس از پادشاه کینه پسرت را جستی. آری، انبار سینه‌ام از کینه پر بود. با این همه من او را نکشتم، نه از نیک دلی، از بیم. تو گفتی هر پادشاه را سوارانی هست که از پی میرسند و میبینی که نادرست نگفتم. تو گفتی پس مبادا که دست بر او فراز برم. من بر او دست فراز نبردم. تنها گواه ما در اینجا خفته. دیگر تاب دروغانم نیست. در آن پلیدترین هنگام که هزاره به سر آید، چون تو مردمان بسیارتر از بسیار شوند و دروغ از هر 5 سخن 4 باشد. تا خون سایه مزد اهورا را در آسیای خود به گردش درآوردی، پس جامت از خون تو پر خواهد شد و سخنهای تو سگهای بیابانی را سور خواهد داد. این سخنی است بی برگشت و ما سوگند خوردیم که خانمان تو برباد خواهد رفت. و باد اینک خود در راه، اینک در میان این طوفان آنان تناب دار مرا میبارد و نفرین بر لب چوبه دار مرا بر سر پای میکند. شمشیرهای آنان تشنه است و به خون من سیراب خواهد شد. آنان از خشم خود در برابر من سپری ساختند که گفته های مرا چون نیزه های شکسته به سوی من باز میگرداند. آه، پس چاره کجاست؟ شما ای سروران که جامه از خشم پوشیده اید، بدانید که من کیفر بینوایی را پس میدهم، نه گناه دیگر را. تو گناه آزمندیت را پس میدهی. دیوی که در تو برخاست دامش آز بود. بگو تو بر 4 آینه پادشاه خیره شدی یا بر زانو بند یا شکم بند یا ساق بند؟ ما نیک میدانیم که هر کهتر آرزوی برگذشتن از مهترش را دارد. آن دونده وامانده چه میخواهد جز پیش افتادن از آن که پیشتر است؟ و باخته آرزویش چه جز بردن؟ پیاده دشمن سوار است و گدا خونی پادشاه. با این همه من او را نکشتم، نه از بی‌نیازی، از بیم. تو گفتی هر پادشاه را کسانی در رکابند که از پی او میتازند. من نادان بیم کردم. تو گفتی پس مبادا دست بر او فراز برم. من دست بر او فراز نبردم. تنها گواه ما در اینجا خفته. در انبار چند تکه چوب تر پیدا شد. این یکی سنگینی مردک را خوب تاب میآورد. با مرگ پدر از همیشه بیکسترم. بیکس دختر جان، نترس. تو هم بیدرنگ میمیری و من با تو. اینک دشمنان از همه سو میتازند، چون 8 گونه بادی که از کوه و دامنه، از جنگل و دشت، از دریا و رود و از ریگزار و بیابان میرسد. در میان این طوفان ایستاده منم. کشنده پادشاه را نه اینجا بیرون از اینجا بیابید. پادشاه پیش از این به دست پادشاه کشته شده بود. آن که اینجا آمد مردکی بود ناتوان. مگو، اما زیاده مگو. خاموش نمیتوانم بود. اگر آنچه دارم اکنون بنگویم کی توانم گفت؟ زیر خاک. پادشاه اینجا کشته نشده، او پیش از آمدن به اینجا مرده بود. این زن را خاموش کن و تو بر ما نام بیدادگران مگذار. آیا مردی گم شده در باد به آسیای ویرانه تو نیامد؟ او آمد چون سایه‌ای.
او به دنبال مرگ می‌گردید. یا به گفتن بس. سخن بگو مرد تا به تازیانت نکوفتم. آیا بزرگ مردی در جامعه شاهان به اینجا نیامد؟ کاش چشمانم را به دست خود برمیکندم آنگاه که از آستان و درو را دیدم که از تپه سرازیر میشد. پس او به این ویرانه آمد. آری. ما پای خود؟ آری او آمد و سراسیمه بود. او ژنده پوش آمد. این او که تو میگویی شاه شاهان زمین بود. ما چه میدانستیم؟ او به اینجا چونان گدایی آمد، به جایی چنین تاریک و تنگ به این سان بیغوله‌ای. او چون راهنشینی هراسان آمد، چنان ترسان که پنداشتیم رهزنی است بر مردمان راه بریده و بر ایشان دست برد سهماگین زده که اینک سوی چراغ را به فوتی هراسیده خاموش می کند. او خود را به سکنجی افکند و گفت که روزنه ها را فرو بندید. آیا تو نبودی که دلت از جا کنده شد؟ او بیگمان دزدی بود. یا گدایی؟ ما چه میدانستی؟ به من چیزی برای خوردن بدهی. بگو اینک ای مرد تا چوبه دار تو را برآورند. بگو آن شهریار با تو چه گفت؟ آیا در اندیشه یا آغاز نبردی با تازیان نبود؟ او گفت به من چیزی برای خوردن بدهید. برای خوردن چیزی؟ سفره اینجا هست. نان خشک، فطیری برای تو میسازیم. گوشت. من گرسنم، پاره گوشت به من بدهید. گوشت؟ شنیدی چه گفت؟ چنان پیداست که هرگز گوشت نخورده اید. آیا هرگز کک و تیهون ندیده اید؟ من با شما چه میگویم؟ گوسپندی یا بزی اینجا نیست تا به سکه‌ای بخرم؟ اگر گوسپند یا بزی بود ما نیکبخت بودیم. دختر جوان ما بیمار است و دوای او شیر بز گفتند. من گرسنم و تو در اندیشه یه دوای دخترکی؟ دریغ، به کجا فرو افتادم؟ این کجاست و شما کیانید؟ نشنیده بودم که بیرون از تیسفون جانورانی زندگی می کنند که نه ایزدی‌اند و نه راه مغان دارند. تیسفون؟ شنیدی زن؟ آنچه من آرد می کنم به تیسفون می رود. من گرسنم. چرا در تیسفون نماندی؟ آنجا گویا سیر می شدی. این نان خشک جوین را چگونه باید خورد؟ آن را به آب بزن. برای مهمان اندکی هم کشک می افزاییم. آنچه او خورد خوراک شب من بود. زبان به من پتیاری گیسو بریده. به من آب بده. او در خانه ما به ما فرمان می دهد. غلط نکنم این مرد گدا نیست. گدایان دریوزه می کنند و او می ستاند. او چون ارباب خانه رفتار می کند. بیگمان زور او از سری است که در کیسه دارد. در انبان او باید جست ای آسیابان. آرام باش تا بخواب. بیرون از اینجا همه جا طوفان. و آنگاه که در خواب بود شما انبان او را گشتید. ما هم داستان شدیم که او گردنگیری است دست برد به شهریاری زده. آنگاه که در کیسش آن همه در شاهوار یافتیم. آن همه در شاهوار باید به شما میآموخت که او شهریاری سترگ است بر همه سروران سر و بر همه پادشاهان شاه. آیا پادشاهان می‌گریزند؟ چون گدایان دریوزگی می‌کنند؟ چون رهزنان مال خیش می‌دزدند؟ آیا جامه دگر می‌کنند؟ ما آن جامعه شاهوار را دیدیم که پنهان کرده بود و آن پساک زرنگار را و پنداشتیم تیر روزی است راه مهتری بریده و گوهران او دزدیده و جامعه او به در کرده. آری چنین بود اندیشه های ما. چه سوری بود، چه سوری بود و من در آن مهمان بودم. پادشاه کشته نشده. همسایگان ما را رها کردند. لشکر بیگانه همه جا دیده شده. بگریزی. نه، چگونه میشد دانست که او به راستی پادشاه است؟ نفرین به زیر و بالای روزگار. ما خود در پی او میتاختیم با اسپان تکاور و او بر خنگ تیز رو پیشتر از ما بود.
و ما از او واپس ماندیم در طوفان. تیرگی که اوف بر اهریمنانش باد، افسار اسپان ما را در کف داشت و هر جا که خواست میکشید. بر اهریمن بدسگان نفرین 2 بار 3 بار 30 بار 1000 بار. بر تیرگی این بامداد که گیتی چون پر زاغی تاری روشن بود، اسپان رهوار ما 3 بار رمیدند و ما در پی ایشان به این کومه در آمدیم و چون در گشودیم از پیکر شکافته پادشاه دوران بر افق رنگ خون پاشید. دختران میدانند رنگ خون یعنی چه. خفه، نمیترسی دست رویت بلند کنم؟ چرا بترسم؟ دیگر چه دارم که از دست بدهم؟ خون او در این تاریکده چون خورشید نیمه شب است. آیا او به فریاد دادخواهی میکنم؟ باید کن! به خشم خود میدان نده. میخوایم اینجا به یک برق شمشیر تو بمیرند. این برای آنان مرگی زیبا و آرزو کردنی است و نیز بسیار کوتاه. نه، من برای مرگشان اندیشه ها کردم. مرگی دیر انجام، گام به گام، زشت. مرگی که 10 بار مردن است. نیایش بخوان موبد، نیایش بخوان. چگونه ماه می افزاید، چگونه ماه می کاهد، از کیست که می افزاید و می کاهد جز تو ای مزدا اهورا. بشود که او برای یاری ما آید، بشود که برای رامش ما آید، بشود که برای آمرزش ما آید، بشود که برای گشایش ما آید، بشود که برای پیروزی ما آید. برای مرده ما هم نیایشی خوانده می شود. بدکیش را مرده خواهم، بدکنش را مرده خواهم، دیو پرست را مرده خواهم. نکند که ما از پی او رویم، نکند که هیچگاه به دور رسیم، نکند که بازیچه او شویم. روزگار از نامشان پاک شود. آیا هیچ نمازی نیست که خواب مرگ را پاره کند؟ ناشدنی نگفته بهتر. تو بگو ای همگانت خوب، چگونه این خواب مرگ را پاره می شود کرد؟ آری، نمی شود. خوابش پاره شده بود، یادت نیست؟ خوابش پاره شده بود. آن کس که شما کور دلانش به نشناختید. انبار را رها کن، ببینش که میغلطد. خوابش پاره شده بود. غریب کشان برخاست و دست به زیر سر برد. دست به زیر سر، به سوی کیسه زر و دست دیگر به دست شمشیر. های مردک، چه میگردی در آن انبان؟ چون دانست که ما بر راز پاره های زر آگاهیم، در کار خود ماند. قرید من پادشاهم. به من بنگرید، من پادشاهم. تو خندیدی. او خندید. من پادشاهم. هر کس پادشاه خانه خود است و بدینسان پادشاه این ویرانه آن مردک بینوای آسیابان است. او شمشیر کشید. او شمشیر کشید. ای شاه، اگر پهلوانی برو با دشمنان به جنگ، چرا پیش ما پهلوانی میکنی؟ سرم. او سرش را به دست گرفت. سرم. در سرم آوایی است، گویی 1000 تبیره میکوبند. در سرم سپاهی به شماره ریگ‌های صحرایی است. این بازی برای فریب ماست. من نیز برینم. ببین که هیچ کارش به شاهان میماند. این اوست، این خود اوست. من آن جامه را می شناسم، آن زره را که به یک بار زرین است، آن ساقبند و ساعد پوش، آن مچبند و شکمبند که پاره های فلز زر ناب است. آری، من پادشاه را می شناسم. من گفتم تو را که خود و زره هست و اسب و سپر اگر بگریزی، مرا چه جای ایستادن که تن برهنم و توحیده است. او ترسان بود، او در خود نمی گنجید، او وامانده بود، او نالان بود و قرآن بر این تیر سایبان سر می کوبید. او می خروشید که دشمنان نزدیکند. او خواست تا شمشیر را پنهان کند و دهیم و جامه را. او خواست تا جایی پنهان شود. من خروشیدم. او خروشید. من به او بد گفتم. تو به او بد
نگفتی؟ من گفتم ای پادشاه، ای سردار، پایت شکسته باد که به پای خود آمدی. پاسخ این رنجهای سالیان من با کیست؟ من هر روز زندگیم به شما باج دادم. من سواران تو را سیر کردم. اکنون که دشمنان میرسند تو باید بگریزی و مرا که سالها دست بسته بگذاری. مرا که دیگر ندانش جنگ دارم و نه تاب نبرد. آری من به او بد گفتم، من او را زدم. تو او را زدی؟ یک بار، دو بار، سه بار. واه که در چهار گوشه این سرزمین بلادیده کسی چنین یاوه‌ای نشنیده. دستتو نشکست، تو را زدی و زمین و آسمان بر جای خود استوار ماند. من او را زدم. تو او را زدی به بازی و خوشدلی، آنچنان که در نوروز شاه ساختگی را می نشانند و می زنند. ما هرگز باور نداشتیم که او پادشاه است. او راست دروغزنی را می مانست که با مردمان ریشخند می کنند. خاموش! آیا نمیدانید که روان مرده تا 3 روز بر سر مرداری ایستاده است؟ او اینجاست میان ما. مبادا به رنج درآید، مبادا بر آشوبت، مبادا به سخن درآید. میشنوی زن؟ روان پادشاه هنوز اینجاست. گریبانش را بگیر، دریچه ها را ببند، مبادا فرار کند. بزنش، به تارانش، به کوبش. های چه میکنید؟ به درک شوی روان، یا به سخن درآ و بگو که ما راست گفته ای. سخن بگوی روان، کدام گوشه خزیده ای؟ کدام سویی؟ این گوشه بگیر. تو پای این گردنکشان را به اینجا باز کرده ای، پس خود پاسخشان را بده. دست بردارید، اینها همه کار افسونیان و دیوخویان است که میکنید. آیا از دین به در شده اید؟ اگر روان پادشاه اینجاست پس بگذار تا نفرین مرا بشنود. بسوزی ای روان. دور باد افسون افسونی، دور باد دشنام دشخوی، دور باد پلیدی پلیدان. راندمش به 6 گوشه زمین، 1000 دست او را به این نیایش بستم. گوشهای خود را بگیری تا نشنوید، زیرا من به دنبال بدترین ناسزاها میگردم. بس کن ای زن، من دیگر بر نمیتابم که به روان پادشاه ناسزا گفته شود. میشنوی زن؟ این سروران خوش ندارند که ناسزا بشنوند. و نیز دشنام. آیا دشنام و ناسزا هم سرمایه بزرگان است که هرگاه بخواهند خرج میکنند؟ نه، این سنگ و کلوخی است بر زمین ریخته که من نیز میتوانم چند تایی از آن را به سوی شما پرتاب کنم. تو میل گداخته را نیز بر کیفر خود افزودی. شکنجه دیگری یادت نمیآید؟ زبان تو بریده خواهد شد ای زن. خشمشان را پاسخ نده. چرا؟ زبان من چیزها از پادشاه شما میداند. آیا به شما نگفتم که او خوابی دیده بود؟ خواب؟ آنچه مردمان با چشمان بسته میبینند. این دیگر شگفت است. میشنوید؟ شهریار ما خوابی پریشان دیده بود. در خواب تا آنجا که همه میدانند رازی هست. بگو ای زن چه رازی؟ فراموش باده ای بزرگترین سرداران، چراغ بخت تو روشن که شکارگرانت شکاری نیکو گرفتند. جان بازان تو از تازیان یکی نیمه جان را گرفتند خونالو. یکی از تازیان؟ ببینید شمشیرشان کج است به سان ابروی ما و ردایشان از پشم سیاه شتر و این هم شپش. زبانش را باز کن، چه میداند؟ آنچه باید فهمید این است که چه پنهان میکند. چگونه مردی؟ سپاهی؟ تبیرزن؟ ستوربان؟ مردی است گم شده. هر گم شده ای برای خود مردی است. و او چگونه است؟ سرسخت اما گرسنه و نیز بسیار دل آشفته. آشفته تر از خواب پادشاه؟ نان کشکینش بده و سپس به تازیانه ببند تا سخن گوید. بپرس از شماره تازیان چند است، کدام سویند، چه در سر دارند، سوارند یا پیاده، دور میشوند یا نزدیک، در کار گذشتنند یا ماندن. او چرا مانده است؟ پیک است یا خبرچین یا پیشاهنگ؟ بپرسش ویرانه چرا میسازند، آتش چرا میزنند، سیاه چرا میپوشند و این خدای که میگویند چرا چنین خشمگین است؟ پاسخ نمیدهد سردار. از خیرگی؟ فارسی نمیداند. ریسمانش ببند، نگهش دار و بکوش و با چوب دستت بکوبش و او را به سخن درآر. دار آیا آماده است؟ آنچه آماده نیست کوره است برای سرخ کردن آهن. زغال و هیزمشان بس نیست. بیهوده امید مبند.
اگر نیابی میل سرد به چشمش باید کرد. شنیدی؟ زود برو. دار چه شد؟ به گفتن نادارش کن. داستان این خواب چیست؟ من نیز گوشم به سخنان توست ای زن. تو گفتی پادشاه ما خوابی دیده بود. آری، خوابی از آن گونه که پادشاهان میبینند. همه میدانند که در خواب سروشی است. بگو ای زن، در خواب پادشاه آیا رازی بود؟ او چرا آشفته سر از آن برخاست؟ او از شما میهراسید. هراس از ما؟ از مردمانی چون شما. زبان اون سرش را بر باد میدهد. اگر نتواند مرا برهاند همان بهتر که به باد دهد. از این گفتن چه سود؟ و چه زیان؟ خواب را بگو. نه، من لب میبندم. بگو ای زن، این فرمان سردار اسپهبد است. او فرمان داد تا زبان من بریده شود. چگونه زبان بریده سخن میگوید؟ آن از خشم بود. بگو ای زن، موبدان موبد از تو درخواست میکند. آیا باید از تو درخواست کرد؟ پس چه باید کرد؟ مرا نترسان. بد را بدتر نکن. جلو نیا. باشد، نبرد سواری چون من با موی سپید از تو درخواست میکند. تشنم. آب. دور بریز. آتش روشن کن. چه تاریک، چیزی نمیبینم. چراغی نیست. او را چه شده؟ این همه شوریده نبود. چرا میگریزد؟ از چه خود را پنهان میکنی؟ چرا؟ چه شده؟ خواب بدی دیدم. خوابگزاران من کجا هستند؟ من اینجا هستم شهریار. در خواب دیدم که سوار در بیابان بیکران میروم، بر باری تیز پای خود و بر زمین نه خار و علف که شمشیر تیز میروید. همه زندگی من خوابی آشفته بود. در چنین آسیای ویرانه که از پدران پدر با من رسید، جز خواب آشفته چه باید دید؟ وقت بد سوار بر باد می آمد. این گونه خواب را در چنین دم روز که نه تاریک است و نه روشن و زمان نه به سوی روز می رود و نه به سوی شب، بیگمان پیغامی است. تکاوری تک، جنگی خدای تیز سنان، آن بهرام پشتیبان، آن دل دهنده به من، آن جگردار، آن که دیدارش زهره بر دشمن می ترکاند، بر باره که هر می رفت و با گردش درفش راه را نشانم می داد تا آن باد تیره پیدا شد، آن دیو باد خیزنده، آن لجام گسسته بیمهار و خاک در چشم من شد. چون مالیدم و گشودم جنگی خدای تیز سنان، آن بهرام پشتیبان، آن دل دهنده به من، آن جگردار، آن که دیدارش زهره بر دشمن می ترکاند، آن او در غبار گم شده بود. آری من او را در باد گم کردم. اکنون میتوان دانست که چرا پادشاه این همه میهراسی. ما مهمان به کس نمیفروشیم. نه، چرا نه؟ بهترین کار است. بسیارند آنها که سر مرا خریدارند. سرداران بسیاری هستند به گفتار یک دل و نیکندیش که در پنهان بر تخت یزد گردی آرزومندند. آیا تو به زر ایشان فریفته نشده ای؟ نه. چرا نه؟ ای نادان، بار خود ببند. تو را کالایی بس نیکوست، پس برو و کالای خود به بازار خریداران ببر. سر مرا در کیسه ای. من خود چندین نام و نشان از سردارانی برای تو می نویسم که خریداران سر بریده منند. دیوانه. دیوانه؟ آی آی آری دیوانه. سپاه من، آن انبوه پیمان شکنان، هنگام که به پشت گرمی ایشان به انبوه دشمن تاختم، به من پشت کرد و گریخت. موی من سپید نبود ای مرد، تا آن هنگام که بی کسی ناگاه چنین تنگ مرا در خود نفشرده بود.
ترس من چنان بزرگ بود که سپاه تازیان از حول آن شکافت راه بر من گشود. میشنوی؟ او از دوستان میگریزد نه دشمنان. کجا شد آن پندار و گفتار و کردار نیک؟ کجا شد آن سوگند سلحشوری؟ کجا شد آن درفش آهنگران؟ هر دم گویی به سنگ من جنیغم میکوبند. این سخنان به راستی نشان میدهد که او پادشاه است. پادشاهی که وحشت پرچم اوست و سپاهش تنهایی است. تو نیک نکردی ای پادشاه که خود را بر من شناساندی. در دل من رنجیست، میدانی مرا پسری بود. نگو. او را به نام تو سرباز بردند و چون برگشت گویی از دیار مردگان بازگشته بود. پسرک نارسیده من. اینک در سرم روان آزرده پسر برخاسته است. او مرا به کشتن تو پادشاه برمیانگیزد. خوب است، بگذار آن روان را آزرده تر کنم اگر به راستی تو را برمیانگیزد. هرچه میخواهی بگو، اما با روان افسرده پسرکم تندی مکن که اینک از میان نور کشتاب بام فرود میآید با سری شکافته و چهره‌ای مفرقین. به راستی ترس برم داشته، دهشت بر دهشت میم بارم. کو آنجاست برادرکم. او تو را می نمایاند با نشانه انگشت. آیا نباید چوب دست را فرود آورید؟ او خون بالا می آورد و به راستی بر زمین چکه های خون چکیده. برادرکم از روزن گریخ. خونی آنجا نیست. نور کشتاب بام پریده رنگ شد. نه، هر پادشاه را سوارانی اندر پیند که میرسد. پسرم، پسرم. ابر از سر آسیای من میگذرد، افغان باد میشنوم، گویی طوفان آسیای مرا در بر گرفته است. اینان به خود میاندیشند. این مردمان پست نژاد به پستی خود میمانند. اینان که جز آب و نان خود دردی ندارند. پادشاه اینجا چه دید جز پلشتی و جز چهره دژم؟ این جانوران زشت خوی چاره ناپذیر را بنگر که چاره سازی دولتمندان و دلسوزی شاهان نیز ایشان را بر مردمی نمی افزاید. آی هی درشت گوی، کدام چاره سازی؟ کدام دلسوزی؟ بزکشان را ببین. بلند تبارانی چون شما از گرده ما تسمه ها کشیده اید. شما و همه یا نوجامگان نوکیسه. شما دمار از روزگار ما در آورده اید. فرق من و تو یک شمشیر است که تو بر کمر بسته ای. زبانت ببرد. و تو شمشیر را برای همین بسته ای. اگر کیسه ای آرد مانده بود بر سر خود می ریختم تا سراپا سپید شوم. شاید ناهید هور پیکر مرا جای فرشته ای می گرفت یا به جای دختر خود و در چشمه ای شست و شو می داد. من چه بگویم ای مردان؟ شوهرم مردی پریشان است. آسیابانی که جز شوربختی برای خود چیزی در آسیایش آرد نکرد. مردی پشیمان از مردی که در سرمای سرد و گرمای گرم
جز آه و عرق بهره‌ای نداشت. این چنین از شوهر من که شما اینک به شمشیرتان نویدش می‌دهید. ما چه داریم جز بامی رو به ویرانی، جز سنگی قرنده که بر گرد خیش می‌گردد. همچنین سنگ قران بود و بر گرد خیش می‌گردید. آنگاه که آن مرد ژنده پوش مهر از لبان خود برداشت. چرا میخندی؟ تو هراسانی. هرگز مردی را اینسان هراسان ندیده بودم. تو به چپ و راست میروی و دست بر زانو میکوبی، چون مرغ غمخوار گاهی ناله بر میکشی و در همه حال خود را از خود نیز میدزدی. تو غمگینی. خاموش. همه نمیشنوی؟ شنیدم که چهره‌های سنگی باستانی ایستاده در کاخ صد ستون پیشکش‌هایی را که 1000 سال در کف داشتند رها کرده و به بیابان گریختند. چیزی پرسیدی؟ من به تو خندیدم. آری، من نیز روزگاری بسیار خندیدم. من این پساک زرنگار را به تو میدهم. بر سر بنه و بگو پادشاه با تو چه گفت. او در اندیشه بود، گره به پیشانی افکنده، با کف دست بر پیشانی میکوبید. او در اندیشه بود. اسبم در همین نزدیکی مرا جا گذاشت، مرا فرو انداخت و خود به تیرگی طوفان گریخت. از تمام دخمه ها مردگان به راه افتادند. صاعقه در مردمان افتاده است. شنیدم که مردمان با نان و خرما دشمنان را پیشواز می روند. ببینید، او سخنان پادشاه را میگوید. برای پادشاهی که در سرزمین خیش میگریزد بزرگان چه گفتند؟ سخن بزرگی نگفتند. من گریزان در سرزمین خیش خانه به خانه می روم و همه جا بیگانم. سفره ای نیست که مرا مهمان کند و رخت خوابی نه که در آن دمی بیاسایم. میزبانان خود در حال گریزند. اسبان رهوار به جای آن که مرا به سوی پیکار برانند از آن به در بردند. شرم بر من. چه یاوه به هم میبافی؟ تو ژنده پوش ما را بازی مده. این همه ناله که تو داری برای آن است که نپرسیم بر سر خداوندان این زر چه آوردی. ورنه تو یکی مردی چون شوهر من دستنگ و بدرفتار. پول نانی که خورده ای را به تو میبخشم اگر زودتر روانه شوی. با کدام اسب و من کجا را دارم؟ درهای دنیا به روی من بسته است. فقط اینجاست که درش مثل کاروان سرآواز است. به این مردک گفتم کلون در را دوباره بساز، نشد. خورشید و ماه به هم برآمدند. در هیچ گوش رهاییم نیست. دنیا در کمین من است. چرا ناله میکنی؟ سینم، شکمم، دردی در هر دو جا دارم. از گرسنگیست دختر جان. من امروز دانستم. در تیسفون مرا از دنیا خبر نبود. بسیار ناله ها بود که من نشنیدم. من به دنیا پشت کرده بودم، آری، و اینک دنیا به من پشت کرده است. چرا ناله میکنی؟ دردم، دردهایم. آری، یک بار گفتی، پس چرا فراموشم شد؟ در تیسفون من درها را یک به یک به روی خود بستم و اینجا را دری نبود. من آسیا را از شما به سکه های زرین میخرم. ای آسیابان، به من بگو چند؟ او میخواهد آسیای ویرانه را بهایی بنهیم. آسیابان باش و بگو من چه پاسخ دادم. جوال مرا بردار. آیا کسی نیست که این آسیای ویران را به من به چند پاره زر بفروشد؟ در این شغل سودی نیست ای مرد. در این شغل سودی نیست ای مرد. ما خود درمانده و برشکسته ایم. سنگ آسیا فرسوده است، ستونها شکسته و حیوان بارکش را پیشتر از این خورده ای. آری، شنیدم که اسبان سواران خود را زیر لگد کوبیدند
و سگهای فرمان بردار به اربابان خود دندان نشان میدهند. باکیم نیست. این سکه ها چرا ناله میکنی؟ از سوز سینه این آسیا را هیچ بهره در دنیا نیست جز زخمی که در جان من نهاده است. شما سر خود گیرید و بگریزید. چرا سکه ها را از خود دور می کند؟ این روزها خداوند زر بودن درد سر است. وان که زر دارد بر جان خدا آسوده نیست. آیا کسانی بیرون در کمینند و ما پیش مرگ توییم؟ بشمارید. سکه های دزدی. دزد نباید باشد. راهزنان بهتر از این پولشان را خرج می کنند. این ویران سرا تو را به چه کار می آید؟ این تیرهای سقف در کار فرود آمدن است. همسایه ها یک یک گریختند. این ویرانه را اگر نه برای آسیا برای چه کار می خواهی؟ خودکشی. خودکشی؟ همین را گفت. خودکشی. چرا میخندی؟ من نخندیدم. به چند درهم؟ هرچه دارم. تو پاک ما را دست انداخته ای. این شوخی نامردان است که امید میدهند و سپس باز پس میگیرند و بر نومید شدگان از ته دل میخندند. که از ته دل به ما میخندی؟ از خندیدن به ما چه سود؟ دنیاست که به من میخندد. ناله نکن. ناله نکن. همه سکه ها پذیرفتم. اما شرطی هست. شرط؟ میدانستم که بی درد سر نیست. جان بکن. به ناله بگو. دست من به فرمانم نیست. میترسی؟ دشنه از دستم فرمان نمیبرد. پادشاهان بی‌ترسند. پادشاهان بی مرگ نه ولی بی‌ترسند. تو از مرگ نیز چون زندگی هراسانی. تا 7 بند. او پادشاه فرمود که میترسد. با 440 پاره استخوانش. من نمیشنوم. من گوش نمیدارم. در سپاه دروغان تو یکی سرداری. آیا پادشاه به فرمایش خود فرمود که میترسد؟ بگو پادشاه، درست شنیدم تو گفتی میترسید؟ ریشه نفرین بر بخت واژگون. یاری من به تو همه سکه ها را میدهم اگر یاریم کنی. یاری یعنی چه؟ دشنه را تو بزن. میشنوید؟ او میخواهد گناه را از خود بگرداند. آنسان که ندانم ضربه کی می آید و کجا. یک روز با من سر کن ناگهان از پشت در خواب هر گونه که میخواهی، اما من ندانم کی. این آدم کشی یاری نیست. خرجینم از سکه ها پر است. 1 تالان. بگو آن هنگام من چه پاسخ دادم. آسیابان گفت ای زن ای هرزه هوش دار. اندک اندک در میابم که پادشاهی چیست. وگر کاریست چنین ترساور چگونه است که گردان و سالاران به جان میخرندش. بنگرش مینالد. دشمنانم به خون من تشنند و من از جان سیر آمدم. اگر اسبم نگریخته بود. راست بخواهی من خود نیز جز مرگ او نمیخواهم. روز من تیر چنین نبود اگر او چنین نبود. با این همه من مردیم که هرگز دست نیالودم. نان من جوین بود ولی خونین نبود. بگذار بر خاک نیک و بد بیاورم. ای زن چیزی بگوی. نیک است یا بد؟ توی دختر پیش بیا و زن آسیابان باش و بگو که من چه پاسخ دادم. من زن آسیابان باشم؟ آه ای آسیابان، مرا لختی در کنار گیر. شرم ندیده خیر. تو زن آسیابان باش و به این پادشاه گوش دار تا چه میگوید. کاش میشد رها کنم و بروم به چوپانی. هر کس میتواند رست جز پادشاه. همواره پادشاهان میرهند و ما طامع دشخیمانی. این نه هر بار است. شما میتوانید خدایشان را به نام بخوانید و رکابشان را نگه دارید و راهشان را بگشایید و سپس از ایشانید. فرودستان زبردست میشوند و شما جزیه دهندگان. نه، سرزنشی نیست. ملت را نمیشود کشت و پادشاه را میشود. با مرگ پادشاه ملتی میمیرد. صدای چیست؟ سکه ها همه 1 تالان است. میشنوی؟ سر آن روز به کارم می آمد که می توانستم پسرکم را رهانید.
که می توانستم دخترکم را دوای درد خرید. امروز من مانده در بیابانی که از هر سو دیگر در آن نشان مردم نیست. با زر چه بایدم کرد؟ اندوه را پایانی است، مردمان باز می‌گردند، ویرانه ها ساخته می شود و ساخته ها از مردمان پر. بمان و نیکبخت شو. نیکبخت در میان دشمنان؟ این یک شیوه دیرین زندگی است. گنجتان را پنهان کنید، کسی نخواهد دانست. میشنوی زن؟ او مرا به اندیشه انداخته است. چه باید کرد؟ تو میگویی آبمان سرخ میشود، ولی بشنو، این ناله دختر ماست که از سوز سینه می نالد در آتش تب، و دخترک فردا روزی به شوهر خواهد رفت و اینها همه نیازمند آن سکه هاست. چه میگویی؟ چه باید کرد؟ چرا از من میپرسی هنگامی که جوابش را داری؟ چرا کار دست را تیز میکنی؟ پر روشن است که او وفای ما را میآزماید، او میزبانی ما را میسنجد و تا بپذیری آن چهره دیگر را خواهد نمود، آن خوی سوزنده آتش فشان خواهد کرد و ما همه را خواهد سوخت. پس نپذیر و خشم کن و سوگندان بیشمار چاشنی کن. باشد که خرسند شود، اگر به راستی پادشاه بود تو را چند درهمی بدهد، وگرنه کدام دیوان سر است که پادشاه از تو مرگ بخواهد. این افسانه در گوش مکن که سراپا فریب است. من نیز خود در این اندیشه بودم. آری، او ما را نادان پنداشته است و به گوناگون میآزماید. نه ای مهمان، تو هر که هستی باش، اما بدان که من آسیابانم، نگردن سر. اکنون که او نیست هر دروغی راست می نماید. شوهرم به او جای خواب داد و لقمه‌ای و پیاله‌ای. جای خواب این است به او آنچه را داد که خود داشت. و پیاله این؟ اگر شکسته است گناه ما نیست. مهمان نوازی را بنگرید سروران. او بد دید و بد نکرد. پادشاه 3 بار از او خواست تا در برابر سکه ها بکشدش و او 3 بار روی برتابید. این سخنان همه باد است. ای شما سپاه دروغ، او دارای دارایان، شهریار خشماور از آن مردمان نبود که به زانو درآید. شاهی چنو خود را بکشد خاکتان بدهن، و اگر جز این است بر من نشانه بیاور گمان شکن. آری نشانه ای. چیزی در اندیشه من میخلد. آری، اینه که دنیا بر قرار خود نیست، میتوانم بی ترس چیزی بگویم، هرچند از رده های فروترم. این چیست؟ درباره شاه یا کشندگانش؟ ما در طوفان از او گم نشدیم، او بود که در طوفان از ما گریخت. تو میگویی خداوندگاری از بندگان خود گریخت؟ مزدا اهورا مرا ببخشاید 1000 بار. پادشاهی برای او دیگر هیچ جز تراشیبی تند فرو افتادن نبود. او نه از بندگان که از بخت خود گریخت. من خود او را دیدم که زین بر کوه یأس می‌نهاد. اگر تو آن جنگاور نبودی که خود میشناختمت، میپنداشتم یکی از دشمنان است که سخن میگوید. من دیدم که پنهان از دیگران پا در رکاب کرد. پادشاهی که بندگان رکابش را نگه می‌داشتند، اینک دانستم که چرا در رده‌های فروتر مانده ای. من پیرم سردار، بر من خشم کن ولی فریاد مکن. اگر خطا میکنم بگو که خطاست و بگو که چرا. چه کسی نمیداند که شاه شیرافکن دلاوری بود تک، هم آورد اژدها و بزرگ در چشم جنگی خدای جنگ آزمای، بهرام پشتیبان. آیا دارای دریا دل به دیدن مشتی بیابانی خود را میکشد؟ او به من فرمان داد. بگو. او به من فرمان داد.
هرگز. او به من فرمان داد 2 بار 3 بار 4 بار. ما هرگز مهمان نکشته ایم. آیا در ارج نهادن به فرمان پادشاه در اندرز نامه ها چیزی نیست؟ چرا شهریار نوشتند که این سروش اهورایی است که در کالبد زمینیش شنوده شده؟ پس اینک فرمان مزدا اهورا. من نمیشنوم. سرانجام آن که فرمان نشنود تاریک تر از مرگ شرمگین کننده است. اهریمنان فریفتار کالبدش بشکنند و در زیر زمین تا 9000 سال بازی که کابوس شود. اینک که زر ناب تو را بر نمی انگیزد ای مرد، ای آسیابان. از جایگاه بلند پادشاهی، از فراز شانه های تو، از میان فر اهورایی تو را فرمان میدهم مرا بکش. آیا نمیترسی؟ اگر تو پادشاهی کسانی تو را اندر پیند، من از ایشان است که میترسم. آیا مرگ هم به من پشت کرده است؟ ای شاه، تو میگفتی با مرگ تو ملتی میمیرد. من چگونه دست به خون ملتی آغشته کنم؟ او را بکشی مرد، شاید با مرگ او ملتی نو به دنیا آید. من ندایم و نماما، من آسیابانم، من به ملت نان میدم، همین. و این تنها چیزی است که دارم. دنیا برای ریختن خون من تو را برگزیده است ای مرد. سپاه تازیان همه جا در پی ما بود، حلقل کنان ارجوز خان و قیه کش. سپاهی در هم و انبوه با درفشی به رنگ تیره دود. همه چیز از من روی گردان شده جز این سپاه که با من چون سایه من بود. دشمن تو این سپاه نیست پادشاه، دشمن را تو خود پرورده ای. دشمن تو پریشانی مردمان است، ورنه از یک مشت ایشان چه می آمد؟ بسیار آتشکده ها که هنوز برجاست. مردمان را باید به گفتار گرم آیین ستیز آموخت. پر نگو موبد، در مردمان به تو باور نیست از بس که ستم دیدند. نفرین بر سپهر، از این پیشتر زبانان را که چنین میگفت از حلقوم به در می آوردیم. جز در آوردن زبان کاش شما را هنر دیگری نیز بود. رای من برمیگردد. رای ما برگشتنی نیست. رای روزگار تو را برگزیده است ای مرد. دیگر بار به تو فرمان میدهم ای آسیابان، مرا به خونم مهمان کن. میگوید نشنیدن فرمان پادشاه پیکار با مزدا اهوراست. آری، هیچ کس در سراسر ایران زمین از فرمان شاه شاهان سر نپیچیده. راستی خوشم آمد. اگر چنین است به این سپاه تازیان به فرما بازگردد. ریشخند میکنی؟ در تیسفون فرمان تو فرمان بود، نه اینجا. شنیدید؟ من روی برتافتم. آیا سزاست که بندگان از فرمان پادشاهان روی برتابند؟ نمیفهمم. اگر او را میکشت مردمی کش بود و اگر نمیکشت سرپیچی کرده بود. پس چه باید میکرد؟ هیچ ای زن، گناه با ما زاییده شده و آن جفت همزاد من که به جانم از همه نزدیکتر است نامش بینوایی است. نردبام ها خوب به کارمان خورد. به پیاده ها گفتم سنگچینی به جای دخمه بسازند. خاک سخت است و بیل فرسوده، اما مردار بیگور نمیتواند باشد. اینها به کنار، کلنگ را پیدا نمی کنم. مردک سخنی نگفت. پته می کنند، ما که نمیفهمیم. مثل فتیله بیروغن، سروران شاید چیزکی ازش دریابند. بیارمش اینجا. نه، باور کردنی نیست که آسیابان به زر فریفته نشده باشد. باور کردنی نیست که دشته را فرود نیاورده باشد. باور کردنی نیست که پادشاه را نکشته باشد. آری، تو باید او را کشته باشی و غیر از این هر سخنی باور نکردنی است. دار آماده شده. اینک تنها به ریسمانی نیاز است. ریسمان در انبار است. خانه خرابم کرد. زیاد از اندازه مبر. چوب از کجا بردی؟ زیادش را بگذار. اگر زنده خواستیدش بر تب بکوبید، اما اگر سرش را خواستید در بوق بدمید. تو برای مردم دست بسته پهلوانی؟ ای خرف استر، ای بوزینه. خاموش! چه کسی به تو گفت سخن بگویی؟ اینجا خانه من است و تا بخواهم سخن خواهم گفت. من شویم را به مرگ ارزان نمیدهم.
تو مکن دست و پا مزن گجسته زندیک، رای ما دیگرگون نمی شود. نشنیدی که دار برپا شده؟ چرا کوششی را که میتوانم نکنم؟ آزادگی به تنت مهمان نشود ای سردار که مرگ بی زمانه به خانه ما آوردی. اینک که سرزمین فراخ آیین نو می کند، چونان همیشه توانگران می رهند و ناتوانان در بندند. تو چرا نگریختی؟ استریم نبود تا بر آن بار بندم. دنیا در کمین پاکی من است. همه چیز دست به هم دادند تا تیر روزی من زبان زده گیهانیان شود. استر می میرد، همسایه می رود، سنگ آسیا می شکند و یکی مرگش را اینجا می آورد. آن بیگانه چون از مرگ خود نومید شد، ترفندی تازه زد. او میکوشید تا من آسیابان را خشمگین کند. تو چرا خشمگین نشدی؟ در چهرم نگریست و نگریست و نگریست. او به چهرم تف انداخت. نگو نگو نگو. او مرا به سینه کوفت. ای ستبر دل، ای رهزن، ای شور چشم، ای تو ابلهی، ای تو ساده دل، سالیان سال در این بیابان آسیا چرخانده ای، با نان جوین و با خرمای خشک. آیا در تو نیروی کین ستانی نیست؟ آیا من نیستم پادشاه تو و هم دشمن تو؟ تو کاخ مرا در تیسفون ندیده ای، ما بر حصیر نمی خسبیم. تو فرش نگارستان ما را ندیده ای، یک تار زر، یک پود سیم که در آن درخت و پرنده و باغ است. از هر گوهری گل دست شطرنجم هست، یک صف از یاقوت سرخ و دیگر صف از یاقوت زرد و دستی نرد از زمرد پاک و مرا 32,000 پاره یاقوت بیش بهاست. میدانی و گنج عروس و گنج خضرا و گنج بادآورد و گنج دیبای خسروی و گنج سوخته و زر مشتفشار و تخت تاقدیس و شادروان بزرگ و مشکوک زرین و 12,000 کنیزک. آیا باید باز گفت؟ آیا به خشم نشدی؟ آیا در تو نیروی کینه نیست؟ من به او گفتم ای مرد، هر که هستی، ای چرکین پوش، ای پادشاه، ای راهزن، مرا به خشم میاور، دلم میآماسد و گزندی شاید که بر تو یا بر خود زنم. 1200 فیل و 13,000 شتر بارکش و باغ نخجیران و باغ سیاوشان و باغ زمرد و 12,000 یوز و 700,000 سوار و 300,000 پیاده و 100,000 اسب بارگی و 100,000 نیام زرین و مرا هر سال 795 بار 1000 درم از هر سوی میرسد. من به او گفتم ای بدخواه، ای شورید گفتار، ای ستمکار، مرا به خشم میاور. من مردیم که سالها از من شده و مرا رفتن من امروز یا فرداست. مرا شوربختی ستمگر کرده و مبادا ستم از من بر مهمان من رود. او میخندید، به تازیان دست برد و او را کارهای سخت فرمود. ای مرد، در تو دلیری یک بنده کار کشته نیست؟ پلیدی پیش تو پاک است و رسوایی پیش تو سربلند. تو شاه خود را چون شاهان ارج نمی نهی. مرا سگان پاسبان بود که آوازشان چندیست نشنیدم. چون سگان به پای من بیا، چون سگانم بر چاپا برو با هیاهو و وقوقه کن. از تکاورم مرا 2 روز است سواری نداده است. زین کجاست داور تو اندم؟ ای مرد،
همسر خود را بگوی که به رخت خواب من درآید. زود زود. ای پادشاه مرا مزن، مرا ریشخند مردمان مکن. من مردیم طاقت به سر شده، مبادا دست من بر تو دراز شود که در قلب من نیز سنگ آسیایی هست و دستانم چون بکوبم به سنگینی سنگ خواهد شد. مرا بگذار، مرا رها کن. زبانت بریده باد و زبانت بریده باد و لبانت دوخته که پر میگوی و یاوه میبافی. نابخرد نامرد کجاست خدا که بکش راهم را نگیر. من تازه در این تاریکی دخترت را دیدم که با همه رنجوری و دکمیست و لبانش به رنگ تبرخون است و در آغاز رسیدگی است. مرا به میوه های تنو مهمان کن. ای پادشاه چه میگویی که من نمیفهمم؟ اگر زبان مرا نمیفهمی زبان تازیانه را فهم خواهی کرد. من میدانم تو میخواهی مرا بیازمایی، تو وفای مرا میسنجی. در وفای من سخنی نیست. مرا از این که هستم خوارتر مکن. ای پادشاه بگذار تا زانوانت را ببوسم. ای پادشاه او به زانو افتاده است، آیا بس نیست؟ گفتی به زانو؟ هنوز سر به خاک ساییدن مانده است. به خاک بیفت و همانجا بمان تا من شرف زیر کشیدن دخترت را به او بدم. از من چه میخواهی؟ عناب و بادام آمیخته با شکر و مرا برهان پدر، مرا برهان. نه این همه برای آزمودن من است. این همه نیست مگر برای آزمایش من. توی دختر خوب رسته زبان خوشدوست سرداری یا تازیانه مار پیکر؟ من خشمگین نمیشوم. نه خشمگین نمیشوم. وای پدر بدادم برس، تشنه زیر گلوی من است، بدادم برس. داستانی از این شرم‌آورتر ساخته نشده. پادشاه ما به کنیزکی پس روی بنماید، او که در تیسفون 3000 زن داشت، هر یک خوبتر از دیگری. کاش کیسه ای آرد مانده بود که بر سر خود میریختم تا سراسر سپید شود. کاش چنین چیزی بود. دختر من چنین نبود. این گونه خیره در کار خود، با نگاه مرده. بالای تو بلند است و پهنای تو دو شانه از من پهن‌تر. نیروی تو با پرهیز من آورد می کند. و من از روزنه اهریمن را می نگرم که بر اسب خاکستریش دور می شود. نه دخترم این گونه نبود. او میخواست وفای مرا بیازماید. دست برداشتن به روی پادشاه این گناه دوزخی و من به آن دست نبردم و اینک دوزخی از آن سهماگین تر از درون می سوزاندم. ای رگها، این رود جوشان چیست در شما جاری؟ این شورش که در دل من جا گرفته است، من او را می کشم آری. در دل من سنگ آسیایی هست. دلم برای کشته می سوزد. زبانت ببرد، دشنه را سخت تر بزن. او را می کشم 2 بار 3 بار 4 بار. بزن. من او را کشتم آری و شادمانم. به چشم خود دیدید گفتهای این جانور بس نیست تا گناه او بر دنیا آشکار شود. سرانجام راستی به سخن در آمد. آری گزارشی درست خود را فریاد کرد و ما همه شنیدیم. این است دادگری ما. اما تو او را نکشتی. آری نکشتم.
چه پنهانکاری بیهوده‌ای؟ من او را نکشتم. این گزارشی نادرست بود. چرا دروغ؟ من بیم کردم که در من چون پدری شرم ناشناس بنگرید. من او را نکشتم تا آن دم که مرا به بازی گرفت. بازی؟ کدام بازی؟ نیک خود را شاه خواندم و شما را فریفتم، به خوراکی و جای خواب و هم خوابه نیک شما را ریش خند خود کردم، نیک بازی دادمتان به بازیگری. من کم که دربانیم دهن هر کوچه گردی میتواند از در آید و به خود نام شهریاری بندد و به رخت خواب دخترت فرود آید. چه آسان، چه آسان. نه این همه آسان، نه این همه. چماق من کجاست؟ تن او نیکو بود، خوشا به این مهمان نوازی. چماق من کجاست؟ چوب دست مرا بده، دست مرا بگیر، چوب بند سخت را بکش. آی! میشنوید؟ در این دادگاه شنیدید که او به فریاد چماق میخواست برای کشتن پادشاه. چه کسی گفته من پادشاهم؟ هیچ در چهره من نور ایزدی هست؟ آیا سپاهی دارم یا کاخی یا کنیزکان خوب رو؟ آیا مردمی دارم؟ او با خود گنجی دارد. گنج من دزدیست. بپرس از که دزدیده. از تو مزد همه روزهای خود را بر هم بیفزای. آیا گنجی نمیشد؟ روزهای زندگیم فراموش کردم که از کی آغاز شد. من همه روزهای تو را دزدیدم. پس شاه خود تویی. چگونه میتواند جز این باشد؟ روزهای زندگیم همیشه آرزو میکردم روزی داد خود به شهریار برم و اینک او اینجاست. داد از او به کجا برم؟ آنچه را که از من گرفتی پس بده ای شاه. روزهای زندگیم، امیدهای بربادم و پاکی این دخترکم. خون، خون، خون از چهرش بیرون زد. این کم است. بگو ببینم ای شاه، دخترم را چگونه یافتی؟ آیا به تو افسار داد؟ تمام شب بارش بود و او به تن تنها در برابر من ایستاد. سخن بگو ای شهریار سترگ، آیا رهوار بود آنگاه که به تو سواری میداد؟ من او را کشتم. آیا تو را خوش آمد رام تو بود آنگاه که بر او خسبیدی و در او میراندی؟ چماقم بزن! روزهای زندگیم بزن! همه مزدهایم بزن! 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 من او را کشتم. دلم برای کشته می سوزد، دلم برای کشته می سوزد. پدر، چرا تو را کشتند؟ خاموش باش و سخنان دیوانه مگو. پدر با تو چه کردند؟ مبادا زبان باز کنی. پدر، چرا تو را کشتند؟ چطور؟ میشنوید؟ چه میگوید؟ آنکه اینجا خفته پدر من است، بینوا مرد آسیابان که هرگز از زندگی نیکی ندید، آری ندید، حتی پس از مرگ. چه میگویی؟ این چهره خونالود پادشاه نیست؟ شما میدانید که دختر خرد خیش از کف داده است. پدر، سخن بگو و پاسخ ایشان بده.
فرزندم، فرزندم، چرا تو را تنها گذاشتم؟ میشنوید؟ مرده سخن میگوید. در همه دساتیر چون این چیزی نوشته نشده. حقیقت از جهان دیگر به ما آواز میدهد. همه چیز فراموشم باد. آنها را نگه دارید تا ببینم. و شما همه گرد هم آیید. این یک همپرسگی جنگی است. زود! گفته می شود که این پیکر پادشاه نیست. آیا هیچ یک از شما چهره پادشاه را از نزدیک دیده است؟ چه کسی یارای آن داشت تا در سیمای شکوهمند پادشاه بنگرد؟ از اینکه بگذریم او چهره به هر کس نمی نمود. تو نخستین نبودی که به دیدن این پیکر پاره پاره خون آلود پادشاه را باز شناختی؟ من او را به دیهیمش باز شناختم، وگرنه هرگز او را جز از پس سیماچه‌ای زرین ندیده بودم. آری، سیماچه‌ای سرخ، یک پاره زرناب که درخشش آن چشم را تیره می کرد. ای موبدان موبد، نگهبان پرفروغ آتشگاه، سخن بگو. تو بارها او را دیده بودی؟ آری دیده بودم، اما نه هنگامی که بر چهرش خشکی خون نشسته بود و کبودی مرگ بر آن سایه انداخته بود و دهانش نیمه باز بود و چشمانش بر تیرهای سقف خیره مانده بود و از دردی جانکاه در چهرش نشانه ها پیدا بود. این باید دانسته شود. من خود پادشاه را جز از پس پرده یا در کلاه خود زرنگار رسم ندیدم و دشوار است که بگویم چه مایان شکوه از این پیکر خونالود دور است. اینک چه باید کرد؟ در این افتادگی که اوست حتی هم خوابگان شاه نیز او را نمی شناختند، تا چه رسد به بندگان که همواره سر به زیر داشتند. اگر او آسیابان باشد پس پادشاه کجاست؟ من به شما 3 بار گفتم که او گریخته است. چهره دگرگون کرده. او به آرزوی گریز از ما گریخت. دیگر چه بایدم گفت هنگام که شما جز نیروی ستم هیچ باورتان نیست؟ وای بر ما اگر این کشته آسیابانی بینام باشد. من بر او نماز شاهان گذاردم. ای روزگار را بنگرید که دشمن سراسر گیتی را در نوردیده و سرداران جنگاور جنگ آزمای ما هنوز کین از رعیت می ستانند. خاموش. هاون کجاست؟ درست بایست سرباز. هاون برای چه میخوایی؟ استخوان‌های آسیابان باید کوبیده شود. سنگ هاون اینجاست و تنور آنجا. چیز دیگری هم هست که بخواهی؟ فقط تبر. همه جا پیروزی نامه بخوانید و کرنا بنوازید که بر ماندگان تهی دست چیره شده اید. اگر آن پیکر آسیابان است پس این مرد کیست؟ مرده که تازی جان میدهد و سخن نمیگوید، جز اینکه چیزکی زیر لب میبلنگد. آنچه باید دانست این است که تازیان میآیند یا دور میشوند. آری باید دانست. تو که هستی مرد؟ آیا ما میتوانیم دمی چند با هم در پنهان گفتگو کنیم؟ ما 3 تن. این یک همپرسگی خانوادگی است. اگر هم فکری بر خردمندیتان می‌افزاید چه باک. اگر آنها را که سودای خام میپزند بر بینش نیک آورد چه بیم؟ و اگر آنچه را که ما بخواهیم در پی آورد هم اندیشی کنید و بیشتر هم اندیشی کنید. ولی وای اگر آن دانشی را در پی نیاورد که ما میخواهیم. بیرون بایست، اما نگاهت به درها باشد. اینها بندیان تو اند. همه سو بسته شود. بروید. و هنگامی که بازگردیم باید چهره آن مرد از آرد و آنچه که او را پوشانده است پاک شده باشد. به من نشان بدهید این مردک تازی کجاست؟
این چه سخنی است که شما باید بگویید و ما نباید بشنویم؟ بزن به چاک! کاش یکیتان پا بگذارد به فرار. نجده من این پشت در کمین است. ازتان کباب خوبی به سیخ میکشم. افسوس که نیزم به زهر آلوده است. سگ خور. بگو چه در سر داری؟ ای نادان، راه فراری نیست. اگر گمان برند که این مردار پادشاه است که افتاده، خون ما همه هدر خواهد شد. باید بگوییم و بگوییم و بگوییم که این پادشاه نیست. چه کسی نمیداند که این اندام آسیابان است؟ اگر آسیابانان میان افتاده پس من که هستم؟ به زودی همه خواهند پرسید. من اگر آسیابان نباشم پادشاهم، به جز این است. چاره چیست؟ اگر پادشاه نباشی پادشاه کشی و ما همه به مرگی دردناک میمیریم. پادشاه بودن بهتر است یا مرگ؟ سخنی است. تو هرگز با پدرم خوب نبوده ای. تو هرگز با او مهربان نبودی. تو حتی با او نمیخفتی. ای تو هرگز خود را به او واگذار نمی کردی. او را که از پریشانی و ناداری و مهر تو گریان بود. من با تو کنار نمی آیم. من چه باید میکردم جز اینکه همه روزهای زندگیم را در این سیاه چال با او شب کنم، جز که بارکشی باشم چون خود او، چون دو استری که با هم سنگ آسیا میگردانند. تو بیش از این از زادنت پشیمانم نکن. من که تو را به دنیا آوردم هرگز چشم به راه سپاسگزاری تو نیستم. بس کنید، کوتاه کن دختر. تو با من سخن مگو. تو بیگانه به من دست مزن که او را از راه به در بردی. منم ای نادان، نمیشناسی؟ چرا؟ نیک میشناسمت. میدانم چگونه مردی. بیگمان اگر مرا میخریدن میفروختی. به یک لبخند این زن. چه کنم جان دل؟ فروشندگان تو خریداران منند. هنگامه را کوتاه کنید. در این هنگام که ما اینجا به جان هم افتاده ایم، بیرون از اینجا گور کنار گور برای ما میسازند، سنگ بر سنگ و میخ دار مرا استوار میکنند. پس خاموش. چرا نگریم من که بینوا پدرم پیش چشمم تباه شد؟ ای جگرخند مادر، دلم را پاره خون مکن. چرا مرا مرده میپندارد؟ آیا هرگز در نگاه تو زنده بودم؟ چه میگویم؟ من در این دخمه به دنیا آمدم، مرده ای بودم به گوری سرد پا نهاده و اینک هنوز روشنی دنیا را ندیده، از مرگی به مرگ دیگر میروم. پدر، چرا مرا با خود نبردی؟ به راستی باورش شده که او آسیابان است. چنین می نماید و این خود بد نیست. دیوانگی او به سود می انجامد و خرد به زیان. دخترم، آنچه بر او وارد شده چنانش در هم کوبیده که خود نمیداند کیست. تا کی چنین باشد و چنین کند خدا داناست. آیا سخنانشان را شنیدی؟ نه سردار، فقط از سوراخ در نگاهی کردم.
این مردک تازی بینوا پیش از جان دادن به ما چیزها گفت که ما را بران می‌دارد تا هرچه زودتر به گردآوری سپاه بپردازیم. تازیان یک راست به سوی خاوران تاختند، پس هر دم بیشتر از اینجا دور می‌شوند. دور می‌شوند؟ آره، این با چاره‌جویی خرد هماهنگ است و با پیشبینی جنگ شناسان نیز می‌خواند. دور می‌شوند. چه مژده‌ای! پس بخت به ما رویاور شده. آره، این مژده بزرگی بود اگر پادشاه هنوز زنده بود. آیا پیوند اندیشه‌های شما میوه‌ای داشت؟ ما فقط آبیاریش کردیم. میوه رسیده، بایدش چی؟ زودتر باش. گفتنش سخت است. ای موبد، من باید سوگندی بشکنم. آیا رواست؟ راه یکی آن راه راستی و دیگر همه بیراهه. دختر راست میگفت. آسیابان آنجا خفته. چه گفتی؟ آنچه را که میگویی به سوگندی مرگاور استوار کن. سوگند به جان همه موبدان. پس این مرده آسیابان است. و این مرد چیست؟ پادشاه. پادشاه. شنیدید؟ باور کردنی نیست. آریه سلحشوران و سرداران، آسیابان به مرگ خود مرده است و این مرد زنده ایستاده پادشاه است که میخواست خود را از خیش گم کند و پس جامه های او را پوشید. آیا این خوابی نیست که درست در آمده؟ چرا از آغاز نمی گفتی؟ من به نگه داشتن این راز سوگند خورده بودم و او ما را می آزمود، همه ما را. کاش سخن تندی نگفته باشم. آری، سپید بختم که از این آزمون سربلند برآمدم. ای پادشاه، ای دادگریتان را بنگرید که اینک کن شمشیر شده. مرگ آسیابان بی پادافره میماند. یاری دادگری را بنگرید. فرمان پادشاه چیست؟ از راه من دور شوید، به تنهایی خود رهایم کنید و هرگز نگویید که مرا دیده اید. پادشاه جز این فرمانی ندارند؟ او پادشاه بودن خود را نخواهد پذیرفت. من نخواستم که جانبازان گرد من باشند. گفتم زود باشد که همه جا آوازه شویم و این بیگزند نیست. گفتم دور باید شد بی سایه‌ای. پس بهتران دیدم که مرده بپندارندم و جامه را پوشیدم. گفتاری خردمندانه است. چه رنجی که پادشاه میبرد. پشت ما در برابر تو خم باد شهریار. اگر پادشاه هستی، ای بزرگوار، نام مرا بگو. چرا پادشاه باید نام زیردستان را بداند؟ پاسخی شاهانه است، اما گواهی باید. در میان سپاهیان کسی نیست که پادشاه را دیده باشد؟ تو پادشاه را می آزمایی؟ آری، اینک که چهره این مرد از غبار پاک شده، شاید کسانی در او دروغ و راست را بتوانند دید. اگر زنهارم دهید من گناه نابخشودنی خود را بگویم. آری، من یک بار دزدانه در چهره پرفروغ پادشاه نگریستم، ولی از دور در شکارگاه بود و قوقای بازیاران بود که دیدگان من او را دید. یک چشم مرهم زدم. راستش نمیدانم که آن چهره راستین پادشاه بود یا سیمایی ساختگی بر چهره داشت. کمانی در کف و پیمانه‌ای به دیگر دست. اما این نشانه ها پاک بیهوده است، زیرا شنیدم که پادشاه برای اینکه نشناسندش موی چهره و گیسوان را به دست پیرایه‌گران سپرده است. پس چگونه میتوان او را شناخت؟ آری، نمیتوان. پادشاه بوی خوش میداد که از هل و گلاب بود و اینجا جز بوی نای و نم نیست. اما من راهی میدانم. ای مرد، دیهیم پادشاهی را بر سر بگذار و ردای او را بیفکن. بگیر.
با این دیهیم و ردا او از پادشاه ما بسی با شکوه‌تر است. آزمونی دیگر. راه برو، بخند، دور خود بگرد، چشمان خود را ببند، چشمان خود را بدران، فریاد کن، غریف کن، پچ کن، دستانت را بگشا، دستانت را به کمر بزن، دستانت را چلیپا کن. نمیتوان گفت. ولی این دست‌های یک پادشاه نیست، دستانی کنیز و مخت و کار آلوده، پینه ها برآمسته و کبره ها نیست. سوگند به آسمان که هست. پنجه های جنگ آزموده یک شهریار جنگجوی گرزاور که بسیار زهر رها کرده و زوبین افکنده و کمان کشیده و تیر نشانده و شمشیر زده و جوشن درانده. به یاد نمی آورم که نام بهترین اسب پادشاه چه بود. شبرنگ. تو میدانی. و بهترین پرنده. شباویز. و بهترین زنان. شباهنگ. اگر تو پادشاه هستی شماره شبستانهای کاخ تیسفون را بگو. شبستان تاریک برای شورشیان، شبستان یاقوت برای زنان، شبستان زبرجد برای نوازندگان. آیا پرسش دیگری هم هست؟ او میداند. نشانه دیگر بگو. فرش نگارستان با 1111 گوهر. او میداند. میشنوید؟ شماره درست زنان پادشاه را تنها منم که میدانم. اگر تو پادشاهی بگو. 2110. شگفتا، اینها همه درست است. تو اینها را از کجا میدانی؟ تا به من گفتی. یادت نیست پادشاه؟ من نگفتم. تا به من گفتی. شماره دهلیزها، گوهرها و خوابگاهها چه کس دیگری باید گفته باشد؟ اوه، آنگاه که مرا راند زیر باران او به تو گفته است پادشاه. پادشاه تویی؟ نه، او نه. منم خود من، آسیابان، مردیم بی برگ و بی وقت و دستم تا به آرنج در خون. بگو آیا اینها را او به تو گفت؟ آری. آنها را از هم جدا کنید. داستان چیست؟ داستان؟ این را من به چشم خود دیدم، من که مرا هیچ پنداشته بودند. بگو. او خواست تا مادرم را بفریبد. چنین چیزی نیست. همسر تو را. مر پادشاه ما ناروا مبند. او به تو شبیخون زده یا سیابان. پادشاه ما زهر میپاشی. از این زن اندیشم نیست، زیرا پیش از این بارها به آغوش مردمان رفته است. نامرد. بی خبر نیست. هر کس را مشتریانی است. همسایگان. اگر من نمی رفتم پس کنانمان میداد. تو با پدرم چه بد که نکردی؟ بد کردم که در سال بی برگی از گرسنگی رهاندمتان. اینان چه میگویند؟ سخن از پلیدی چندان است که جای مزد اهورا نیست. گاه آن است که ماه از رنگ بگردد و خورشید نشانه های سهمناک بنماید. دانش و دینم می ستیزند و خرد با مهر. گویی پایان هزاره اهورایی است. باید به سراسر ایران زمین پندنامه بفرستیم. پندنامه بفرست ای موبد، اما اندکی نان نیز بر آن بیفزای. ما مردمان از پند سیر آمده ایم و بر نان گرسنه ایم. مرا دانشی نیست ای موبد، تو را که هست چیزی بگوی. آری، پرخاش کن. چه کسی مرا سرزنش می کند؟ من سالیان چشم به راه رهایی بودم. آری، من. او خواست تا مادرم را بفریبد. در تاریکی زمزمه کرد و تنها میان ایشان زبانه آتش بود. من کجا بودم؟ در باران. آغاز شب نبود؟ آنگاه که طوفان در خود پیچید و زیر و بالا شد و به غرش آغاز کرد و سرانجام بوران تگرگ بود. آری، آن هنگام پادشاه هنوز می‌کوشید آسیابان را پست‌تر کند، همچون سگی. بلندتر، بلندتر! آن پساک زرنگار را به من بده.
و آن کمربند را. اینک بار دیگر بگو من که هستم. سرور من تو پادشاهی و تو گدازاده که باشی. سگ درگاه تو آسیابانی. تو شوربخت شورچشم هرچه داری از کیست؟ هرچه ما داریم از پادشاه است. چه میگویی مرد؟ ما که چیزی نداریم. آن نیز از پادشاه است. دختر سهم شاهانه ای من بود. دانستی؟ چه شد؟ از آسمان تیر بلا میبارد. همه را من آماجم. آنان را بن پیدا نیست. ژولیده موی و چرکین و چرمین کمر، افراشته درفش باشند و زین سیاه دارند. آیا این همه نزدیک شده بودند؟ دشمن باشد که دور شده باشد. انسان که روشن است دنیا مرگ مرا نمیخواد. پس باید زنده ماند. خوشحال می‌گریزند. سرد است. چه باران. گویی از میان کلاه هزاران مویه میشن. شاید باز کردند. آتش بیار. هیزم کجاست؟ به آسمان نگاه کردم. میبارد تون چون دریای بارونه. این چیست؟ شمشیر. برای سینه تو. تو مرا نکشتی ای آسیابان. تو ترسان تر از آن بودی که میپنداشتم. تو حتی دلان نداشتی که چوب دستی را که بالا برده بودی فرو داری. من مردی بی آزارم. سردار! فریادت از چیست؟ از تو مرد، از تو نیک دل که چوب دستت را به زانو شکستی آنگاه که باید پیشانی او را می شکافتی که دیگر بنشینیم و بنگریم که هر ناکسی از راه برسد و خانمانت زروبد و آبت ببرد. من مردیم مهمان نواز. او را نکشتی که سکه بخت ما به دستش بود. اینسان به من منگر با چشم خونبار. نه تو بودی که چون سگان به پایش افتادی. این گفتگوی پنهانی چیست؟ او مردی بی آزار است. خوب است ای مرد نیک. تو میدانی که پاداش زر است و پادافره شمشیر. سرما به جانم افتاده. هیزم بیار. آتش و چیزی برای خوردن. گوسفندی. کدام گوسفند؟ قحطی در مردمان افتاده است. بسیاری از گرسنگی جان به سر شدند. اگر اسبم نگریخته بود با هم میخوردیمش. خود را انباز شاهان میکنی؟ تو خود را انباز گدایان کرده ای. رو به آبادی برو. پیل وران و کوچه گردان. هر کس را که گوسفندی هست از آن پادشاه هست. زور کن. بدزد. شما هم از نژاد دزدانید. سرد است در این کولاک مرا نفرست. چراغ ببر. بی خوراک با این باز نگرد. آبادی دور است شاید فرسنگی. اگر بریان بیابی بهتر. شنیدی؟ مرا بریانی بیاور برای چاشت یا گوسپندی. دیرگاه است راه گم میکنم. تاریک و باد است و باران کوبنده. تو فرمان پادشاه را چه گفتی؟ بر دیده من میروم همکنون. چرا؟ هیچ جانور در این بارش تند تیر شب به بیابان نمی رود. من ای مرد بر تو بددل شدم. آری دلم بر تو شوریده است. مبادا سودای خام در سر پخته باشی که بروم و راز پادشاه را فاش گردانم. من به این اندیشه نبودم. تو جای مرا میدانی. برخیند که به نشانی دادن من تو را زر پالوده میدهند. تو خود مرا به این اندیشه افکندی ای شاه. پس بدان که همسر و دخترک تو اینجا در گروی منند و مرا در کف تیغ بلارک است. هرگاه اندیشه‌ای به جانت افتاد این را به یاد آر. چنین کاری هرگز راه زنان با ما نکردند. تو پادشاهان را با راه زنان همانند می‌کنی؟
راه زنان بر تنگ دستان میبخشایند و پادشاهان نه. بروم. آیا وقت نیست که از دست این زن رها شوم؟ از دست من؟ تو دل شده هر کجای جهان که باشی به سوی من برمیگردی. مگر بارها نیازموده ای؟ من رفتم زیر بارانی سهمگین و تیره که در آن بیابان از شب پیدا نبود و گیهان چنان چون دریای دلاشوب می نمود با آبخیزهاش چون دریای فاحشه و در آن آسیای من چون کشتی باژگون به نگر می آمد. من رفتم دور در پی هیزمی چند و گوسفندی برای خوراک، اما اندیشم همه آنجا بود که آن پادشاه آنجا چه می کند. چرا من باید بمیرم؟ چرا خود را به دست یخزده مرگ بسپارم؟ تازیان در این طوفان مرا گم کردند و من روی و موی ستردم و جام دیگر کرده. باشد که مرا نشناسند، میتوان گریخت آری و میتوان سالیان سال به خوشحالی زیست. بهتران بود که مرا مرده میپنداشتند و از جستنم در میگذشتند. کاش پیکری بی جان میافتم و جامه خود بر او میپوشاندم. این کارها همه درست است. گرفتاری تنها این زن است و آن دختر که داستان را از آغاز در کنار بودند و به دیگران باز میگویند. دختر بیخرد است و میماند زن. با من بود پادشاه و من تنها، زن آسیابانی که جز ترش رویی مردم سرسخت سخت جان ندید. پادشاه به من می نگرد. از ورای این آتش چه در سر دارد؟ آری، اندیشه است این. می توان او را به دام آورد؟ ترس مرا گرفته است. آیا دلم کبوتری است؟ زن آسیابان را تنی نیکوست، سختی برده و رنج کشیده و گرسنگی دیده. من او را وادار به خود خواهم کرد، او را خواهم فریفت. چه میخوایی ای پادشاه؟ میتوان او را به لقمه ای رام خود کرد. ای زن، شوهرت چگونه است؟ دوستم دارد. و تو؟ من؟ مگر از من چیزی پیداست؟ مگر من چیزی گفتم که این همه آشکار میپرسی؟ دلم بر او میسوزد. نباید میرفت. من چه میکنم؟ چه بر سرش میآید؟ چرا میلرزی ای زن؟ چرا ویله میکنی؟ او بسیار رنج برده است. من نیست. ای زن، من بر تو بیابان شدم. نه، پیشتر بیا ای زن، دلم بر مهر تو جنبیده است. مرا میترسانی. مرگ به تو زن. چرا؟ با تو کدام خوشی را دیدم؟ من جوان بودم که به این سیاهی پا گذاشتم. هم صحبت من سنگی بود نهاده کنار سنگی دیگر. پدر چرا تو را کشتن؟ نه دختر جان، داستان پادشاه را میگفتی. مادرم، مرا ببخش، از تو بیزارم. مادرم، مرا ببخش، از تو بیزارم. این سیلی زیبایی بود که تو به چهره پادشاه زدی آنگاه که نخستین بار با تو راز گفت. نگو دخترم، آزارم مده. تو مرا دوست داری؟ نگو. این آسیابان هیچ است. اگر اندکی از او بیزاری، اگر اندکی بهروزی میجویی، با من باش. او چنین گفت و دل من تپید. باز هم بگو ای پادشاه،
ای زن آسیابان، من به تو دل بستم. تن تو استوار است و در این طوفان و باران چیزی گرمتر از آغوش تو نیست. من به تو دل بستم. آیا راست است کسی دست مرا میگیرد؟ تو رها خواهی شد از گرداب و من تو را در آغوش خواهم فشرد. تو دخترم را نیز در آغوش فشردی. آن از مهر نبود، یک پاره بیزاری بود. تو خود میدانی که آن دختر شایسته من نیست. آن همه چیزی نبود جز گستاخی. من بیزاری شمایان را میجستم، تو و آسیابان را، و میخواستم که مرا به دست خود بکشید. آسیابان و تو دستم بریده باد. چون منی میمیرد و پس در این جانوران میمانند. تو نمیمیری. چرا نمیتوانم از شویم رها شوم؟ و من به دنبال مرداری بی جان رفتم. مردی که جامه شاهی به تنش باشد چگونه میتوانم آن را بیابم؟ این اندیشه‌ای ترساور است. هر کس ببیند خواهد پنداشت کالبد پادشاه است. چه سرانجامی با شکوه تر از این برای شوی تو؟ هیچ کس بی گناه نیست. من و تو بر زینه یک اسب می نشینیم. به گنج من تا همیشه ما را بس خواهد بود. من رها می شدم. چه می گویی؟ تو جوانتری و برازنده تر. من بر تخت تاقدیس می نشستم و بر فرش نگارستان می رفتم. فرش 1111 گوهر. 201 همسرانم در پی من بودند. در کاخ تیزفون 33 دهلیز در کاخ ما همه به ایوان من می با 7 شبستان گرداگرد. شبستان تاریک برای شورشیان، شبستان یاقوت برای زنان، شبستان زبرجد برای نوازندگان و دیگر آنها. دختر ابله، پس تو این سخنان را گوش ایستاده بودی؟ و بیشتر از اینها را. من از آب و خاکم و تو از آتش و باد. مرا از تو چاره نیست، مرا از تو چاره نیست. مرا اشکنجه مده. خواهی کرده ای زن، موشه بر هم نهاده ای زن. چشمانت جنگلی که آتش گرفته است و در همه اندامهای تو طوفان شعله بر. خاموش. پس تو همه را میشنیدی؟ ای زن آسیابان، آسیابان هیچ است. تا چشم ببند او را میکشیم و میاندازیم در جامه های شاهوار من و میگریزیم. همه خواهند انگاشت مرد کشته منم. دختر چه؟ این کنیزک نادان، او دخترکی بخرد نیست. اگر زنده بماند سپاه دشمن بر بدنش خواهد گذشت. او را بکش. این برای او سرنوشت بهتری است. او را بکش. اینک پدرم میآید. او از دل تاریکی و طوفان، از دل بوران آذین سر میآید. او را بکش. ای بیشرم بمیر. آری او به من تاخت پادشاه شما با شمشیر آخته چون درنده ای. او جنگاوری دلاور بود و تیغ کابلیش همتا نداشت. او چون مرگ بر من فرود آمد و من او را کشتم. آیا این خودکشی نبود؟ رستگاری کجاست؟ دار آماده است. گور کنده شده.
هاون کنار دار است و تنور گداخته است. ای زن و ای دختر من، نزدیکتر بیایید. ای قربانیان تنگ دستی من، اینک من از همزادم جدا می شوم، از بینوایی، از آنچه شنیدم دشمنانی که می آیند تازیان به من ماننده ترند تا به این سرداران، و من اگر نان و خرما داشتم به ایشان می دادم. دار را بشکنید و تنور را خاموش کنید. رای من برمیگردد. رای من نیست. و رای من افسانه همان میماند. این پیکره بیجان را بردار کنید. پادشاه را؟ بیدرنگ، این آسیابان است. چون این کار زشت کرده شد آگاه هم کنید. ای موبد، آیا نباید سرود بخوانی؟ برویم. تاریخ را پیروز شدگان می نویسند. چرا خیره مانده اید؟ من این جامعه سرداری را به دور خواهم افکند. این جنگی ناامید است. او برای ما جهانی ساخت که دفاع کردنی نیست. چرا خیره مانده اید؟ ای مرد، ببین، از همان آستانی که آمدن آن شاه ژنده پوش را دیدی نگاه کن. اینک در پی او سپاه تازیان را میبینم. ما همه شکار مرگ بودیم و خود نمیدانستیم. داوری پایان نیافته است. بنگرید که داوران اصلی از راه میرسند. آنها یک دریا سپاهند. نه درود میگویند نه بدرود، نه میپرسند و نه گوششان به پاسخند. آنها به زبان شمشیر سخن میگویند. ما در پله افتاده ایم. تازیان، تازیان، تیغ بکشید، نیزه بردارید، زوبین ها، تبیره ها. جمله بیهوده. به مرگ نماز برید که اینک بر در ایستاده است. بی شماره چون ریگ‌های بیابان که در طوفان می پراکند و چشم گیتی را تیره می کند. آری اینک داوران اصلی از راه میرسند. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد؟